سلام دوستان عزیز، خوش اومدید به قسمت دوم جهان چقدر بزرگه. در قسمت اول نگاهی به فاصله زمین تا ماه تا خورشید تا مریخ و غیره انداختیم. امروز سفری به اعماق فضا خواهیم داشت که ادامه اونو توضیح بدیم. آماده شروع کنیم؟ بریم سراغ ویدیو. وقتی از راه شیری جدا میشیم وارد قلمرو تقریبا غیر درک فضای بین کهکشان میشیم، جایی که کهکشان ها همچون جزایری در اقیانوس کیهانی شناورند و فواصل حیرت انگیز از یکدیگر جدا میشن. کهکشان ما بخشی از محله کوچکی به نام لوکال گروپ یا گروه محلیه، مجموعی بیش از 80 کهکشان که در فضای به قطر حدود 10 میلیون سال نوری پراکنده‌اند. این گروه شامل کهکشان‌های مارپیچ مثل راه شیری و آندرومدا هستند و همچنین تعداد از کهکشان‌های کوتوله هم در اون هسته. با ادامه سفر به ویرگو سوپر کلاستر یا هم ابرخوشه ویرگو میرسیم، ساختار عظیم به قطر حدود 110 میلیون سال نوری که هزاران کهکشان رو در خودش جای داده. در مرکز این ابرخوشه ویرگو کلاستر قرار داره یا همون خوشه ویرگو، یک خوشه کهکشانی با نزدیک به 2000 کهکشان. اما این تنها آغاز ماجراست. همه اینها بخشی از ساختاری بسیار بزرگن. لانیاکیا سوپر کلاستر، همون ابرخوشه لانیاکیا به معنای بهشت وسیع در زبان هاوایی. ببینید از 500 میلیون سال نوری گسترده شده و جرمی معادل 100 میلیون میلیارد خورشید داره. در قلب لانیاکیا جاذبه بزرگ یا گریت اترکتر قرار داره، منطقه‌ای مرموز که نیروی گرانشی عظیمش کهکشان‌ها رو به سمت خودش میکشه و سرانجام به مرز جهان قابل مشاهده یا همون Observable Universe میرسیم، جهانی شگفت‌انگیز با ابعاد حدود 93 میلیارد سال نوری، در حالی که تنها 13 میلیارد سال نوری از عمر اون گذشته. یا باید اینطوری بگیم از بیگ بنگ 13 میلیارد سال و نیم گذشته. واقعا سر آدم سود میکشه از این همه بزرگی. و حالا بیاید یه بار دیگه مسیر رو از ابتدا مرور کنیم. از زمین، خونه کوچک و آبی رنگمون، به سوی منظومه شمسی که تنها ذره‌ای در دریای کهکشان ماست. از اونجا به قلب راه شیری که خودش صدها میلیارد ستاره رو در بر گرفته میریم. راه شیری تنها یکی از 50 عضو گروه محلی لوکال گروپه. این گروه بخشی از ابرخوشه ویرگوه و همه اینها تنها ذره کوچک در دل ابرخوشه لانیاکیا است و لانیاکیا خودش در برابر پهنه‌ای بی‌انتها و ناشناخته به نام Observable Universe یا مرز جهان هستی چیزی جز یک نقطه محو نیست. و ما ساکنان زمینی هستیم به اندازه یک غبار در بیکران، اما همین غبار تونسته به آسمون نگاه کنه، کهکشان ها رو ببینه و عظمت جهان رو درک کنه. شاید همین راز کیهان باشه. در کوچکی ما عظمت هستی آشکار میشه. تمام. لطفاً نظرتون رو به اشتراک بگذارید و از ما حمایت کنید با لایکاتون.
و اگر دوست دارید در مورد چیزی ویدیو بسازیم بر ما کامنت کنید.